از دمگیری آمدیم. دمگیری؟ این خود دلوار چه خود از دلوار چه نگرفتی؟ اگه همه بود میتوالیتی مساسین بمرم یا کندس بخرم مگزین میروید بزرگ با خودی یکون کس میدورن دیگه برای فردام نیوره برای پدر مادر گوسفندهای کشتگی تغییر کردم ماندگی روغنای خدا خواهد از وای میداریم ده این سال گوسپند میخورید کالرینی با قوت شده میدورید خدا خواهد کم کم اما گوسپند نداریم چیکار کنیم میبید خانه به تو ارزان کنید دوخی ارزان خریم ارزان میفروشیم قیمت خریم چقدر ارزان میفروشیم هر بار در رمضان نرخ و نوا میبرامد یا میفرامد میبرد نرخ بالا میشه در رمضان به همه نور جلا به همه دست سخا به درود و به دعا رمضان آمده است رمضان آمده است وقتی که ما فضیلت این ماه دیدیم فهمیم آمادگی ما سخت‌تر میشه آمادگی نمیبینن زیانشون رو فهمند اگر بایخورم حرکت میکنن آمادگی بینن پیغمبر خدا علیه السلام میگن چی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمادگی حقیقی بیند گناهی گذشته‌اش بخشیده میشه اگر آمادگی بیند در این ماه مبارک رمضان هر یک عملی کردگیش از 10 تا 700 مراتبه ثواب کتابت کرده میشه آمادگی حالا میبینیم تمام عبادت‌ها در اسلام البته آمادگی دارد حالا نماز ببینید طهارت بدنی پاک لباسی پاک جای نمازی پاک رمضان هم باید که انسانی روزه میگرفتگی مسلمان باید آمادگی ببیند حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که اللهم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان پروردگارا رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردان و رمضان رو از ما قبول بفرما یعنی ما رو به رمضان برسون و دانشمندان اسلام میگویند که ماه رجب ماه کشت کار است ماه شعبان ماه آبدهی است و ماه رمضان حاصل رو گرفتن است روزهای نفلی بگیرد و همیشه در ذهنش چرخ بزند که انشاءالله من رمضان رو با کمال آداب و با کمال تواضع و با تمام آدابش انشاءالله روزه رو میگیرم همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات کی ماما رمضان ماه شریف رمضان رو چگونه استقبال میگیرید چه خیلی قبول میکنید با خوشحالی اولش چون ماه شریف رمضان چون یک گله هست که یک سال با یک بار میشکفد نهایتش بهترین ماهی که خداوند بخشنده است مهربان است امران شاه دندون کنده برای تمام مردم مسلمان دنیا یک باعث عید است نفهمیدم در پیش چی ماه هست چی ماه انتظار ما ماه شریف رمضان رو انتظار شما چی ماه شریف رمضان رو انتظار چی آمادگی ها دیده ایستاده آمادگی همین خیلی سیاست سلامتی ما یکم با نخستر وای کردن دکار جاش به آوردن ما دکار سلامتی ما جاش به آوردن ما دکار من همه چیزی که روزگار ضرور لست هم با آمادگی میگیریم من فینیک میگیریم خبر داخل کده میمونیم فینیک چی بخشش نه خرمایی خرما شما چی آماده ای من همین خیلی مانند همینا توبه میکنیم هر چی که گناه کردگی باشیم همون رو اصلاح کردن به حرکت میکنیم چون که ماه شریف رمضان ماه مبارک است توبه است تو عبادت است تمام جمع کردید میروید نه کورسا کردم نه کورسا درود به شما و علیکم السلام در ماه شریف رمضان تخفیف دارید یا نه تخفیف من چیز این نمیفهمم تخفیف نمیفهمم نه скидка да конечно с вами на русском да не более проще на русском или как по-таджикски нормально по-таджикски нормально да скидка будет или как там خلاص بود
будем? Да. Бисёр хуб, беҳтарин. тайёри зӯр худо хоҳад. Чӣ гуна тайёрӣ? ҳама тарафа гӯсфандҳои куштагӣ бояд тайёр карда мондагӣ рӯғаноя худо хоҳад аз вай медорем да. имсол гӯспанд мехӯред калорийни ба қувват шуда медоред? худо хоҳад. Кам. Аммо гӯспанд надорем, чӣ кор кунем? Мебит хонава. хайрат нагуфте хурмо қатӣ доред? رمضان آمده است رمضان آمده یعنی آمادگی چی؟ دقیق انیق بگویم اگر مبادا کسی را رنجانیده است، مبادا معصیتی کرده است، مبادا دروغی گفته است خدا نشان ندهد، مبادا یگان لغزشی دارد، از همه اون کردارهای بد توبه کرده، یا مبادا حالا ناسی هست یا سیگاری هست، پیش از رمضان یعنی دور کردن این خصلت های حسی و خصلت های معنوی یعنی یگون دشنامی گاه میبینید که بعض انسان عادتش شده است در روش صحبتش یک دشنامی میدهد کیمچی یک دشنامی میدهد یعنی به معنا، به اساس، به منطق. حالا این عادتش شده است. باید که مسلمان این عادتهای بد رو باید که از خود دور کند و آماده باشد برای گرفتن روزه. حالا تازگی لباس، تازگی خانه، محیط خانه قبل از رمضان این یکی از سنت‌های اسلام و مسلمین است که پیش از رمضان و تکراراً باز پیش از عید یعنی خانه و در میروبند و میکوبند و تازه میکنند و آماده میکنند و بدبویی باشد همه را دور میکنند و دیگر پیش از رمضان و پیش از عید. بسیار دانشمندان اسلام میگویند که انسان ولی این یک ماه است 11 ماه آینده اش رو در همین یک ماه میسازد. یک ساله برکت و کامیابی و عزت و سعادت خودش رو در همین ماه یعنی چیکار میکند میسازد. وقتی همین ماه رو با جدیت، با اعتقاد و اخلاص و صمیمیت، آمادگی جدی پیشواز بگیرد، پروردگار 11 ماه دیگرش رو با برکت میکند، با عزت میکند، با سعادت میکند و کامیابی ها همیشه در تمام کارش برا رو برکت میدهد. یعنی با کسی قاری است رشدی کند. دشنام‌هایی که هست چه یک پرچه شعر میگو با هر حرفی کند عادت زبانت به وقت مرگ آید در دهانت، بسیار با احتیاط باشند. و آنچنانی که ناسی و سیگاری گفته ما در زندگی دیدیم که گاه همه رمضان سبب شده است، در جامعه هست سبب شده است که یا نوسه یا سیگاریت یا بعضا رفتاری بد ترک کنند. و حتی بزرگترین ماه در اون است که همه چیز یک معیار داره، همچون یک دازه دارد میگن. پس از ماه شریف رمضان هم چند مدت آدم از بسیار گناه ها از روی عادت پیشگیری میکنه تا همون زمانی که باز چرا ابلیس کارش را نکنه. راستی نه هر کس راضی میشود. بسیار دشوارترین همین است که حتی بعضا آدم گپ میزنی اعتبار را نمیتیر. زن از 10 کس 2 کس شاید گپ زند. مانده نباشه. شما سلام علیکم. مانده نباشه. کی آماده صحبت است؟ کدام خوندن داره خونده گپ سونی نمیدونم شما خوندی؟ نه شما را تعریف دارم. خیلی بیر نباشد از زمین شما. چرا انتظاریم در پیش؟ کرایه فقط شب و روز کار کردن در تمام دیگر هیچ ایراد نیست. خود یگان چی رو انتظار هستین در پیش؟ دو زمان تینجی شود شد ما دیگر سیده کار فقط کار میکنیم. اکو من دانم شما میدونید اکو منم ندانم اکو. شما اکو پیری کار گفته شما با آمدیم که اکو شما ما رید گپ نقد میداند بها. شهر نداره که یک صحبت کنیم. سلام علیکم. ما شناختم شما خانم الملت گلنگ به کوی به جا معکوب. زنده باشه. در پیش چی ماه باشد؟ چی ماه باشد؟ افتاب. ماه شریف رمضان انتظار است؟ انتظار است. چی میشه در ماه شریف رمضان؟ روزه‌داری. شما چی نام داره؟ من داولا. از کجا آمده؟ کجا؟ ارباب.
از ارباب از اما ارباب با همین ارباب چه اومدی؟ اومدم احسان به شما برای کار چی خدمت کنین؟ چی خدمت میکنم خوب برای کار ها؟ اکوی دلاور شما کی؟ اکوی دلاور زنده باشه دلاور سفر برای کار اوندا نباشه ما شریف رمضان چگونه استقبال میگیری چگونه انتظار است چیکار میکنی حالا وقت هست که در پیش خرسندیم انتظار ما شریف رمضانیم از ما درای سفریم از کجا به کجا روانی؟ روسیه رفته ایستیم از کجا شما خودتون؟ از خمسانگیر از خمسانگیر اصلا میمون بسیار خوب بیا شما را اذیت نمیتیم چی خدمت کنید؟ یک کیلو چای از تحت دیل بشو زنده باشی خدا نگهبان تو چیه تا تماشا می‌کنیم مکه سلام این خرسنده سودا خوب است هم و این خاطر خرسنده بسیار خوب در پیش چی رو انتظار این؟ ماه شریفی رمضان اومدی شریفی رمضان که همتون تبریک چقدر ارزان شود ما هم موقع ملتر میفروشیم خالقا ملتر میخرن خود تو ارزان کنید خی ارزان خریم ارزان میفروشیم قیمت خریم چقدر ارزان میفروشیم هر بار در رمضان نرخ و نوا میبرامد یا میفرامد میبرد نرخ بالا میشه در رمضان همون چقدر ارزان تیاد مثلا نه هم بنیو که ارزان میفروشیم ده همین یگانه عبادتی که برای خدا و به خاطر خدا میکنیم این روزه است نماز برای خودمون میخونیم دیگر سلام چیکار میکنید در پنجشنبه میدونم نمیدونی باوزی پیش کی اومدی بیا کنی بابا نماز به بود نماز به بسیار خوب صنفی چند شدی دوم بسیار خوب دو کره دو چند دو چهار بکر احسن خیر چیکار میکنم این کار بر زندگی دانشجوی ما دانشجوی از کجا ای دوشتیچ درس خوب بسیار خوب از کجا از دوشتیچ رنگ روسو بده بله شما از کجا کلانگیر بسیار خوب در پیش چی ماه هست در پیش شریف رمضان خیلی چی آمادگی یا دیده چی تیار است یعنی سه جواب دوستان مریضم چشمم مریضم با این خاطر عینک به چشم میکنم در حال نگوید که کی رو برای کار اومد استاد روز نقل کرد که در مهمانی نشسته بودیم کودکی با پدر آمده بود میدونید که شیرینی شکلات کنفیت برای کودک دنیای اوست وقتی که صاحب خانه استاد کنفیت رو گرفت قند رو گرفت دراز کرد به سوی کودک نگرفت حیران شد چون گفتیم قند شیرینی دنیای کودک است هرچند دراز میکرد که گیر بچم کودک نمیگرفت اما اعتبار داده میگوید با دومی چشم چیکار میکرد پدر رو نگاه میکرد پدر چیکار کرد اشاره کرد بعد قند رو گرفت استاد میگوید یک لحظه ایستادم گفتم ای مردم اینجا همه نشسته بودن تقوا را باید از کودک آموخت چون گفت شیرینی قند شکلات دنیای کودک است یعنی یک کنفیت بده کودک دنیا رو میدهد کودکی میده گفت نگاه کنید که نظر کرد که پدر راضی است یعنی راضیگی داد در اینجا مثال آورد گفت این پدر خدا است وقتی هر کار میکنیم کارای شیرین است اما چی کار میکنیم نگاه میکنیم که خدا راضی است یا نه در اون کار خدا راضی است یا نه گفت فهمیدید وگرنه گفت دیگرگون میفهمونم گفت تقوا یک صحرا است گفت یک بیابان است یک چول است گفت شما پای لوچ هستید برهنه پای لوچ به پای افضل اما زمین گفت پر از خار است گفت شما قدم میزنید همه تعجب کرد یعنی صحرا یک بیابان است پر از خار و شما پای لوچ هر یک قدمتون را شما دیده قدم میزنید حتی قدم یک سویستد من بعد قدمی که میگذاریم حتی او را نگاه میکنیم در زندگی هم گفت باید چنین شد در هر کار به مانندی که پای میگذاریم نگاه کنید شخصانی که آمادگی نمیبینن برای قبول رمضان و ها یعنی آمادگی نمیبینن چگونه فهمیم یعنی که روزه نمیگیرن یا که میگیرن و تماما پروا ندارن این پیش از رمضان در حال این ما با اون موضوع نگذاشتیم ما پیش از رمضان
در همین روزها آمادگی این عملهایی که ما گفتیم اونا آمادگی دیدن است. اونا آمادگی دیدن است. حاضر یک به یک آمادگی دیدن از چی سر می شود و چند علماهای مذهبی امام ابو حنیفه آمادگی های اساسی را یک به یک بیان کرده هستند با دلیل های قرآنی و حدیث های پیغمبر و از روی مذهب ان شاء الله گفته میگذاریم. حالا حاضر اینها اون شخصانی که پیش از آمدن رمضان بی‌پروا میشوند، آمادگی نمیبینند، فقط اعلام میکنن که امروز روزه است، خسته روزه میگیرند. اگه وایها از سبب آمادگی ندیدنشون چی خیلی زیان ها میبینن. در همین باره وقتی که درباره فایده شخصانی که آمادگی میبینن دیده گذاشتیم بخشایش گناه بوده است. عمل هاشون از 10 تا 100 مراتب و این چنین متقی میشدن. اکنون در برابر شخصانی که آمادگی نمیبینن و کدام منفعت ها را از دست میدن. اون حدیثی که انس ابن مالک روایت میکنن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من حرمها فقد حرم الخیر كله. کدام شخصانی که ماه رمضان رو میدریابند یکی به آمادگی به ماه رمضان میدرایند همون نیکی و خیر و فضیلتی که وعده کرده شده است برای آدمان روزدار و ماه رمضان اگر هوای آماده شده در تیار نشن تمام نیکی های ماه شریف رمضان از دست میدن. وقتی که انسانی که آمادگی نمیبیند به ماه شریف رمضان این حدیث دویم اگر فهمد حتما آمادگی میبیند. انشاءالله حاضر روزهای با شمار است. بله. پیغمبر خدا چی میگن؟ رغیم انف رجول من دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. پیغمبر خدا گفتن که خاک بر دهان همون انسان هایی که آمادگی نمیبینند، ماه شریف رمضان نمیشناسند، ماه رمضان میدراید او برآمده میرود گناهاشون نبخشیده. اون عمل هایی که در ماه شریف رمضان گناه انسان میبخشند باید پیش از در آمدن رمضان هوای ها رو باید شناسد، آمادگی بیند به همون عمل ها. اکنون معلوم شد که شخصانی که آمادگی میبینند ماه رمضان برای وها چه خیلی مکافات است. شخصانی که آمادگی نمیبینند برای وها چه خیلی ترس و بیم و تعذیر است که اگر آمادگی نبینید این فرصت مناسب از دست دید شما کدام نیکی ها را از دست میدید. رمضان آمده است، رمضان آمده. اول آدم قلبش رو تازه نگاه دارد، همه رو به قلب تازه راستگویی راهی راست هدایت میکنم، پس ثانی دوامش دیده میبریم. الحمدلله. بهترین کسب چی کسب است؟ من کسب پدر دوزم. موزدوزی ها بهترین کسب، درست؟ الحمدلله. خدا شما. آمادگی ها چطور در پیش چی ما است؟ ما که خدا شکر میکنم همین مهنتمون ناست. یک روز چند پای افضل میدوزید؟ ها زندگی و همین موافق کن. تخمینا هر روز چند؟ 50 کفش میدوزید در یک روز. 50 60 70 میدوزید. نباشه شما یک زواد کشوید، یک فابریکه کشوید. اگر زواد کشم بود ناز میشد که همون هم باشه دیگه میدوزم. در یک روز 50 همون متریالش خریدم. این متریالش ما 50 40 سوم 30 سوم خرم بگه اینا پولش داده من عبارت میکنم. زندگی ما میبرم. بسیار خوب. شما هم لازم مالین صحبتتون چی لازم مالین؟ صحبت صحبت ناز بی. همون چی کنم گفته شما هم کار بکنید تو کار. ما هم کار ما بپور. نخواد که. در ماه شریف رمضان ما مقصد دخیای عربی دخیای نا صفت خوشبویی با مردم با نرخ دسترس ارزان تخفیف میشود. تخفیف میشود. обязательно скидка منقطع میشود. تخفیف میشود. در این ماه مبارک البته. از کجا اومدید شما کجا؟ من از بختار قرغون تپه. بسیار خوب. شما از کجا اومدید؟ ما خدی ولایت ختلون. نیامدیم. بسیار خوب. در خوجان چیکار میکنید؟ سودا میکنیم. سودا میکنید. حاضر درباره همین گازدوستی بودم که من و ها کلندریوش خرده تیاری هم زور. حاضر درباره ماه شریف رمضان گازدوستی بودم. حاضر کل بچه جان نیستم. و آدم همه خیلی با روز میداشتی گفته. همه خیلی کوبتم. من گفتم بهترین
ما حالی حجای ها که شنی کنیم 30 تا حجای دارم ما در کلانمو در بعدی ماه رمضان هم با ما 6 روز با میگیریم روز همون 30 حجای را از ما سلام میگیم رحمت اللهم جاویدانه برکات دهد بر این خانه عمر دهد خرد و کلانه رحمت کند گذشتگانه الله اکبر سلامت باشی خیلی جانی من تشکر چی؟ شما گیره تقسیم شده همین دیلم از شما کدامش مخصوص شما کدامش دیتا وای میکنیم هدیه میکنیم از نام شما بسم الله قطعی تشکر زیاد نه بس تشکر زیاد خدا برکتتون تیا خدا برکتتون تیا دوستان دو توفه گرفتیم اینها رو تقسیم میکنیم ولی ها خورسان شما تاجیک نه هم که سلام بسیار خوب ماندوی تجارت رحمت چی سودا میکنی من چی سودا نه البته میخوام میکنم البته ما این پیش شما ایستادگی فکر کردم نه ها اونجا سوی باش سوی باش شما نمیگی نه من گفتم شما با اسما یگان چی گیریم روز دم گیریم گفتم استراحت ایمان رحمت در پیش چی رو انتظاریم چی مو هست نه خدا نه چی مو هست در پیش چی من بوروی من کاس بور رمضان بسیار چهرهتون با چهره صدرالدین عینی مانندی داشته است همون تاقیچه عجیب برکه اوید رحمت زنده باش از کجا اومده برای ما مخصوصا میخواد کارخانه نابینایان بود من رفته بودم یک بار یک برنامه کرده بودیم در همون جو شما بودید ها خطا نکنه بودم صحبت کرده بودیم بله بودم من احسان به شما همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات و شما اگه خدمتی دیگر کنیم اکنون شما با میگفتگی گپم همین که خدمت شما من به میکردگی از طرف شما دعا کلیتان شد همین تماشابینایی که ما رو تماشا میکنن دست بردارن که چون میگیم که شاید داخل آنها نفری باشد به خدا نزدیکتر محبوبتر به شرافتی و دعا مستجاب گردد هر آرزوی دارید و ما آرزوتان پروردگار است خدا نگهبان اله آمده برای شکرتان خدا دایم مرتبتون خدا بالا کنه طلب مراد و مقصد نیت کاتام خدا رضا اعلی و الهتون پاکی تین تو رمضان آمده است بهر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم از خداوند کریم رمضان آمده است. سلام علیکم مونده نباشه همین مهنت دست خداتونه احسان این باید دویما آب قطی باشد روغن از من روغن ها رو ریزوندم آب یودی است بسیار خوب یک شو در مدت چند روز اومده میکنی؟ یک روز در قریب 10 تا 15 تا میخوام در یک روز 10 تا 15 تا اومده میکنی این رو از کجا اومده میکنی؟ کلوب میکنیم از خودی کلوب اینجا اومده چقدر طلبات چقدر مردم میخرن سوزه چون که همین هر بار که طبق چوبی نمیبینن مردم خیال میکنه که فقط گویا به همین قرطاب میخرین تمام تو اون دمی که شوربا هم همین میخرن بود کدوم همه شو با هم میخره مردم یک طعمی وای داره ده طبیعی کی از ما فروش سلام علیکم چه شما ناظر همین رمضان کی اومد بعد همه ماهی خور میشن برای چی میدونی چی میگن به چی خاطر میگن پیش از ماه شریف رمضان مخصوص میگه رفت ماهی خور تا که چی گویا که چی حلال میشوی گفته ماهی خورید پیش از ماه شریف رمضان چی میگه وای حلقه حلال کنید و دیگر بسیار خوب چند سوم شد کیلوش کیلوی سازنم 60 سوم و 30 سوم یک جمله عجیبی هست میگه من دخل رمضان بقلب مهیأ خرج بقلب انقا کسی رمضان رو با قلب آمادگی یعنی پیشکی آمادگی رمضان ببیند با یک قلبی که در هیبت و برکت و اون اجر و پاداش و بزرگی این ماه مبارک رمضان رو در قلبش تا پیش از رمضان تا روزه داشتن داشته باشد این قلبش در رمضان پاک از گناه و تمام خصلت‌های زشت
پاک این قلب پاک می شود در مدت یک ماه. یکی دیگر در روایت آمدگی است سالو که مضمونش درست است اما متن حدیث اختلاف نظر محدثین است. میگه اولها رحمه و اوسطها مغفره و آخرها عتق من النيران. اولین ماه مبارک رمضان رحمت است و اوسطها مغفره و وسط این ماه مبارک رمضان پاک شدن از گناه است و آخرها عتق من النيران و آخری دهه آخر این ماه مبارک رمضان نجات از آتش جهنم. انسان چی به جهنم میبرد؟ حالا حتی در همین دنیا در همین زندگی انسان چی ناکام میکند؟ گناه و معصیت خود انسان. میگه خدا نریزد آب روی کسی، گناه هست که ریزد آبی چشمش بسی. این گناه هست که انسان خجالت میکند، شرمنده میکند، شرمسار میکند، بدبخت میکند و به عذاب جهنم دچار و مبتلا و گرفتار میکند. پروردگار هرگز در خواری و زاری و ناکامی هیچ بنده ایش نیست. حتی همون کافر، حتی همونی که پروردگار رو انکار میکند در بدبختی اون نیست پروردگار. برای همین کسی که با یک قلب در قلبش هیبت و شرافت و کرامت و بزرگی این ماه مبارک رمضان تو شروع شوی رمضان باشد، در اخیر رمضان میگه قلبی پاک و سعادتی ابدی برایش میاد پروردگار میده. رمضان آمده است، رمضان آمده. ما کریمم. ما همیشه میبینم ده. زنده باشه زنده باشه. تیاری چه خیلی ماه شریف با؟ دخوات همش چی اینو برای ماه شریف رمضان گرفتی؟ همین مهمانای میامدگی ای میکنم. زنده باشه. پدر مادر گذشتگی؟ پدر مادر گذشتگی. خدا رحمت کنه. این امتحان از میگم امتحان خداوندی مبارکتون داد. و شما صبر جمیل. که پدر و مادر هر کس ابدی نیست. مالش هم ابدی نیست. بله بله همه این روزا میچشیم، همه این روزا میچشیم. لیکن نازی آدم میمونده است. بله بله بله. خداوند صبرتون دهد برادر. خدا نگهبانتون. دعا کنید. حتما حتما حتما. خدا نگهبانتون. بله. حالا تو بخیر. خوب. سلام علیکم. چه شما؟ نازی. تیاری چه ماه شریف رمضان؟ الحمدلله خدا به شکر. چند روز مونده است. چیکار کنیم؟ تیار شویم. چیکار کنیم؟ آماده شه اگه برای ماه رمضان. مثلا پیامبر میگن که در ماه رمضان شعبان آماده شدن به ماه رمضان. این ما آماده میشیم فقط. چخیل یگون چی رو گوید که ما آماده شویم حالا وقت هست که چیکار کنیم؟ چخیل آماده شویم؟ شعبان با روزه میگیریم برای ماه شریف رمضان رسیدن. یک توفتون تیم خرسان میشه. الله برکت کنه. هم نگیریم خطر باشیم منی روزی میشه. اینا خودی یک نفر دادن برای خیر. برای ریکو. سلام علیکم. چه شما؟ چی هوای دوره؟ ما خرم دلاور سفره دارم. سلام. علیکم السلام. اگر دلوار باشم باید گپ بزنیم. چه شما؟ از کجا شما؟ ماسچای کوهستان. ماسچای کدام قشلو؟ آبوردان. در کجا چیکار میکنید؟ از دمگیری آمدیم. دمگیری؟ مثلا کجا جان دارید؟ همه جا دم میگیریم. بزرگ گشتن دمگیری. خانه داریم. خانه دارید؟ این خود دلاور چه؟ خود دلاور نگریسی. نه همه باید میتوانید. شما از کجا باشه؟ ماچو. ماچو کجا باشه؟ ماچو نه آوردان. شما ماچو نه این کس از ماچو کوهنیه. کوهستان. گیره کس بودیم برای خاطر مرا. ارزان میوه شیرینی. خدا نورش باری دادی. ارزانی جای ما. خدا بشکر. شکرانی الله. خوب. با چیکار کردن در پیش از ماه شریف رمضان چند روز وقت است که چیکار کنیم برای استقبال گرفتن برای آماده شدن؟ چیز میگیم یک خداوند همین سوداگرا به انصاف دهد. ارزانی کنن. حال تعریف داشتید که ارزانی. نه ارزان با ارزان تر کنن. با ارزان. رمضان قیمت کنن. گوتن تک. سلام علیکم. مانده نباشه. چه شما؟ سلام. شناخته؟ البته. چی حال داره؟ زور. تیاری چه خیلی رمضان با؟ زور. دوش کن. چه تیاری دیده شده؟ تیاری تو خواهد روزه داشته عبادت کنه عبادتی آقای بجا آمده
بهترین چی آرزو داری؟ آرزو بسیار مثلا چی آرزو داری؟ عجیبه چی آرزو داری؟ مادر حج فرستادن مادر حج فرستادن بسیار خوب باز چه؟ باز این راه قشتنو همه از در دست الله هست اینشالا میشه شما خودتون چی؟ من خودم همه آرزوم مادر حج فرستادن تمام بسیار خوب بسیار خوب های با شما عمر بله یک تا وای با شما هم دیگه ممنون برای ما دادن یک دانگی دادم برای ما تو خبر و ریکور زنده باشه چه شما؟ مندوی کار سلامت باشه زنده باشه مهنتی حلال مهنتی خوب و راحت از صبح تو شما کار میکنی؟ در رمضان استراحت میکنی یا نه؟ در رمضان خدا خواهد استراحت میکنید یا با کار میکنید؟ کار میکنیم کار میکنید خدا خواهد رویده داشته رمضان تیاری چه برای رمضان؟ تیاری خدا خواهد نه رفته است همین رمضان خدا خواهد یک ماه میداره مخفی نباشه در روز چند سوم کار میکنی؟ اکاش رویدش میشه 150 یک رویدش باشه 30 میمونه تئوریش هم میگه از 30 سوم تو 150 سوم بهتر بگین کمو بیغم ها این یک تشگرید شاید لازم تو میشود برای کار چه صورت گیره میکنه چه دیلوار؟ من دیلواره دیلواره از کجا؟ شهر پنجاکه شهر پنجاکه همینجا زندگی میکنیم همینجا زندگی میکنیم بیا خیر بچه دو نفر سلام علیکم اولاد چه آدم در کار داری؟ 4 تا ماشین تو خالی غیر از تاکسی مسجد اونجا یگان تاکسی دیگه نیست؟ نه مسجد مسجد تگی تو تا بیا من چه مرغ میز خرما به نرخ ارزان میفروشم در رمضان تخفیف میکنی؟ بسیار خوب مهنتی خودتون هست؟ منی میزا مهنتی خودم منی بودم از درختی خودمو منی چهارمغز زنی خودمو همه خودتون باشه عجیبی این یک تا برای شما خدا نگهبانتون علاقه سومنک بر اومد خودتون اومدم نکنی یا که زنکوی هم توی نه خاننگه خودم خودتون در دیگی کلام اومدم میکنی؟ کلام با دیگی کلام با اومدم میکنی باید بیاریم ها زمین کتیچه خوردکک چند سوم است؟ 7 سومان 5 سومان 7 سومان 5 سومان چی فایده ها دارد سومنک؟ همه چی به فایده داره این وی سبزواده که گاز گندم تیار میشود همه چی به فایده آوره همه چیز به فایده آوره است البته اولین آمادگی که بنده مومن پیش از اومدن ماه شریف رمضان بیند باید که توبه صادقانه کند توبه نصوح کند اکنون معنای توبه چی است؟ بازگشت کردن به سوی الله با ترک کردن گناه ها و پشیمان شدن به گناه های گذشته و قصد کردن که به همون گناه در آینده باز نمی گردد. یعنی در توبه کردن شیط شرطش بوده شیط فرضش بوده است. در هر یک عبادت اگر یگان فرضش ما ترک کنیم عبادت کامل نمی شود. در توبه کردن هم اگر همین سه شرط نباشند های توبه حقیقی نمیشه. یکم شرطش چی بوده است؟ یعنی انسان گناه کرده استاده باشد داند که گناه است ترک گناه کند. داند و ترک گناه کند. تو دانست گناه ترک کند. دومش همین که گذشتهش خاطرش با آورده گناه کرده کن و پنهان کرده نمیشه. میداند. همون گناهی گذشتهش خاطرش با آورده همیشه پشیمان شود. یک کس آزار دادگی باشد. یا یک کسی یک کاری گناه کرده باشد در نزد پروردگارش حتما سومش همین که قصد کند عزم کند که آینده به همون گناه باز نمیگردد. اولین آمادگی یا که استعداد برای قبول رمضان چون که پیغمبر خدا میگن که ماه شریف رمضان درآید دو برادر به هم دیگر ناگپی باشند به همسایه ناگپی باشند حق یک کس خورده باشند در حق یک کس ظلم کردگی باشند خداوند عبادتاشون تا به مقدامی که از هم راضی نشوند آشتی نکنه عبادتاشون خداوند قبول نمیکرد. حدیث صحیح است. وقتی که عبادت انسان نزد پروردگار برداشته می شود پروردگار میگفته که نگاش داره حاضر من وی قبول نمیکنم و تا به مقدامی که از همدیگر گزارش نکنه مقدامی که ماه شریف رمضان اینقدر فرصت قلای فرصت تجارت به الله است بنده حتما چیکار کند توبه نصوح کند
چون خداوند در قرآن عظیمشان در بسیار آیات ها امر میکنه، دستور میدهد. از آن جمله در سوره نور آیت 31 پروردگار چی میگوید؟ و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. پروردگار دستور داده است، فرض بود است توبه کردن. پروردگار چی میگه؟ و توبوا الی الله، و سوی الله بازگردید. خواهید که شما نجات مییابید، مفلح میشوید، حتما به سوی الله توبه کنید، توبه نصوح کرده بازگردید، مغفرت بخشش پرسید که من قرض یا که یک حقش یا که در حق تو در حقش غیبت کردگی باشید، تهمتش کردگی باشید. حتی در همین جا امام ابو حنیفه میگن که اگر همون آدمی که شما به ظلم کردید و از دنیا گذشت، اگر از وجه چقدر بخشش میپرسید، در حقش دعا کنید که خداوند مرتبهش برابر دارد. حضور نگاه کنید که هر کسی که با کسی قهری باشد، نگاه کنید بین اکا و دادر و برادر و دوست و خیلی زیاد هستند در جامعه ما، قهری هستند، نفرانی که قرضدار هستند، نفرانی که کسی را رنجاندن یا هر طوری که گفتید، اینها اگر تو گزارش نکنند، تو آشتی نکنند بین همدیگر، روزشون قبول نیست. حدیث صحیح در روایت هم امام بخاری هم امام مسلم از صحابه جلیل ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر خدا چی گفتند؟ آن شخصانی که به همدیگر متشاحن، یعنی به همدیگر ناگپی هستند، در دلشون نسبت همدیگر بغض، بخیلگی، حسد، کینه، ناگپی هستند، پیغمبر خدا میگه خداوند نه تنها روزه، تمام عبادتاشون خداوند قبول نمیکرده که مهربانی الله رو بیند که نصفشون نمیکرده است. میگفته است که این عبادت ها رو معلق نگاه دارید تا که از همدیگر گزارش کنه، همدیگر باشن، ناگپی باشن. ان شاء الله همش نغز منم تیاری دیدیم، منم میوه آوردیم، خدا خیر همین کم کم میوه مردم به آوردیم که گیرن دمای شریف رمضان خورن، همین چیزه بهترین میوه ارزان کرده دو خی البته چی نه تخفیف میشه و تمام کردن در کار. یک دو سه تا دیگر اون است. از کجا اومده؟ ما از نوع زفرآباد. از نوع زفرآباد. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. آمادگیاتون چه خیلی پیش از ماه شریف رمضان؟ آمادگی درجه عالی. چه خیلی آمادگی شده؟ چی تایی؟ روزداره ام. ها خودی حوزی؟ بله بله. احسن. 2 ماه میشن الحمدلله که روزدار است. از کجا شما؟ از شهر استرافشم. از شهر استرافشم. در خوجا چیکار میکنی؟ در خوجا ما کتاکای مکتب ارتنات لیچنی خواندگیم. لیچنی خواندگیم. خنوگ نمیخرید خیلی؟ نه خنوگ نیست گرمه. نه خنوگ نیست گرمه. بسیار خوب. در پیش چی ماه باشه؟ چهبش ماه شریفی رمضان اومده است. چخیل آمادگیاتون؟ آمادگی‌ها ما شروع گرفته هستم. کودکای من خودش روزه می‌داره. ماه شریفی تا آخری رمضان می‌داره. اصلا برای چی روزه می‌گیرین؟ اصلا مسلمان هر رمضان پیش‌پاد گرفتن نکه. برای که خدا ما این کفایه است. انا همین شما چخیل پیش باز گرفته ایستاده؟ او وقت است کو چخیل؟ پیش‌پای من این رمضان ما نمازشون که ایاشون که می‌گیره. در یک سال یک باخی یک ماه میبید جشن خوبه. صنف چند میخونی؟ 10. صنف 10. چی مشق میکنی؟ همش. کدومش؟ گوشتین همش. گوشتین از کجا میشه؟ مچا. کدوم قشنگ؟ یکم جسکا. بیا که شما خط صحبت کنی. بیا صحبت کنی. خسته نباشه. بهترین کو هر روز همین دیگه سودا میکنی؟ هر روز هم دیگه سودا میکنی. بهترین. حاضر همون پرسه که کشیده چند سوم است؟ 20 سوم. 20 سوم. چی داخل میشه در داخلش؟ خودی نرخ آشما 20 سوم. خودی نرخ آشما. بسیار خوب. رمضان چگونه استقبال میگیری؟ رمضان کار میکنیم خدا. کار میکنید؟ فقط بیگاه شو؟ بیگاه وقتی افطاری و. در کجا افطار میکنید؟ در کجا افطار میکنید؟ همینجا. پنجشنبه. ما عرسی اومدم بیده. عرسی اومده. از کدوم شهر؟ یکترینبورگ یا جانان میشه. دادرم پسرش. بسیار. یا یک خبر گرفتم و تیفاکی گشتم خونو. عرسی. کی میروی؟ بعد ماه شریف اینجا اومدم که ماه شریف گذارانیم خلاقات. چگونه تیاری دیده ایستاده اید؟ همه چند روز وقت است چه تیاری؟ تیاری میخوام وقت نماز خونی تازه میگردیم. دانه تازه کردم. کپوی بیم نمیزنیم، فیلم نمیکنیم. بعدی با میزنیم؟ نه خدا نگذاریم. ما حاجی ها. شما حاجی؟ چه شما؟ کجا بودی که پاپکا دستون؟ بیمارخانه. بیمارخانه؟ بله. چی بیماره؟
خیلی کودکا بیمار بودن خدا به شکر کامل عاجل جواب دادن جواب دادن بله بله بهترین ما آمادگی ما خدا خواهد ما وای برفتیم خونه خدا و بهترین همین من خود تینجی امونی مونده نباشه خیلی لیمون خطور کردید از کجا آوردید لیمون را خمسنگی از همون جا اینجا آورده بهترین یگون ارزانی تخفیف یگون چه انتظار شده ارزان آقا نه در ماه شریف رمضان پیش بینی شده است ارزان شد یا می شود ارزان از کجا شما اومدید دوشنبه کجای دوشنبه شهری وحدت بسیار خوب در کجا چیکار میکنید کجا داودا یعنی کاربار پای زندگی تجارت بله برای چی روزا میدارید برای آخرت آباد کردن برای تنسیت و صبر داشتن همای شریف اومده است خدا خواهد روزه میگیریم ان جای پنیروفکا بوده است ما با فکرم پردچه‌اش که کمی نمیتونی سوشون برداشتن یعنی میشکنه و علیکم السلام خوش آمدید رحمت علیکم السلام چه شما خوش آمدید رحمت سپیتامین بسیار خوب بهترین نوعیه در تاجیکستان بود حالا نمیدونم همچنین است بهترین نوعیه در همه چی پیش بود سپیتامین چی میفروشه همیشه انار و همه چیزا انار بسیار خوب در ماه شریف رمضان چی رو انتظار شدین ارزان میکنید ان شاء الله خدا خواهد بهترین عینه از عینی بسیار خوب کدام قشلو شاید پایین بسیار خوب در کجا چیکار میکنید در کجا اینجا ولی بکاریم در مسکو کار کنیم پوره اول اینجا دمگیری اینجا دمگیری نه خونه اینجا همین بازار ها دمگیری نیست ما دمگیری چند جا گشتیم هر چی به فایده از بدید و هر چی به ضرر از دور کنه امین خدا نگهدار بیا همیشه دعا کنید که پروردگارم فلانی رو همسری من نصیب بگردون فلانی رو من بگیرم تلاش میکند با تمامی توانش تمامی اسلوب‌ها استفاده میکند تا اینکه فلانی رو به همسری بگیرد بعد میاد در سرش چرمغز میشکند به ضررش میباشد برای همین پروردگار میگه که بنده من خوب میدونم که کی این طلب کردت رو این دعایت رو کی اجابت کنم که به منفعتت باشد و بسیاری دعا رو فردا روز قیامت پروردگار میگه بنده هم فلان دعا رو کرده بودی میگه پروردگار کرده بودم ندادی میگه حالا ببین این همه باغ و بستان و مقام های در جنت و بنده میگه پروردگار ای کاش اون دعایی رو که در اون دنیا قبول کرده بودی نمیکردی در اینجا میگذاشتی برای همین باید که مسلمان در رمضان ماه دعا هست ماه تلاوت قرآن است ماه شنیدن قرآن است و در رمضان حداقل یک بار ختم قرآن سنت است که باید انسان ها چیکار کنن مسلمان ها باید که اگر که خوندن نمیتونن حالا که دیگه در تلفن قریب 20 قاری یا 100 قاری قرآن هست که تلاوت میکند قرائتی با تجوید اون رو بشنود شنونده و خواننده هم هر دو برابر در ثواب شریکند هر دو برابر ثواب میگیرن مگر خودی خواننده ای که میخواند اون اجرش زیادتر است اما شنونده و خواننده در عموم یعنی ثوابی چی دارد برابر دارد یعنی ثواب دارد اجر دارد حالا ماه قرآن است و قرآن اگر مختصر من در موضوع قرآن بگم در دنیا کتابی وجود ندارد که انسان نفهمده بخواند خب کتابی فلسفه باشد خود تاریخ باشد خود علمای دقیق فیزیک شیمی دیگر باشد اگر 5 دقیقه بخونید چی نفهمید میپرتوید یعنی دلتنگ میشوید دوام دادن نمیتونید مگر قرآن خواننده‌اش یک کلمه اش رو نمیفهمد لیکن میخواند آرام میشود قانع میشود خشنود میشود خوشحال میشود این یک طرف دیگرش در دنیا کتابی وجود ندارد که مثل قرآن سرچوب و یعنی طلبگار در خرید و فروش باشد مگر قرآن در دنیا یگونه کتابی است که زیاد چوب می شود زیاد طلبگار دارد زیاد خرید و فروش می شود چرا؟ وقتی که این معجزه است کلام پروردگار است حتی غیر مسلمان وقتی که قرآن رو گوش میکند میشنود میبینید که حتی در چهرهش یک تغییراتی و تأثیری میرساند به خاطر چی؟ به خاطر که قرآن این کلام پروردگار است معجزه است برای همین آرام کننده است چی صحت باشد چی بیمار باشد حالا بیماری که به نیتی شفا اگر بخواند
فرض کردیم 10 بار 11 بار سوره اخلاص بخواند که پروردگار رو به نیت شفا برایم شفا بگردان. قرآن رو با کدوم نیتی که بخواند مسلمان قرآن همون می شود. مفسرین قرآن یعنی میگویند قریب 50 فکرها رو آوردگی هستند. اگر به نیتی زوجه صالحه همسری پاکدامنی با عفت بخواند براش پروردگار همون میگرداند. اگر به نیتی شفا بخواند شفایش میگرداند. مهم است مسلمان باید با اخلاصی تام با کمال آداب و تواضع و باوری تام باید بخواند. حالا به نیتی فرزند نیک بخواند فرزند نیک میشود. حالا پیش از اون آمیزش یعنی چی زن و شوهری. حالا همسر زن و شوهر بشینن بالای جوگه حالا ریون نکرده لباس نکشیده کار شروع نکرده بسم الله الرحمن الرحیم یک چند بار سوره فاتحه 7 بار سوره فاتحه بخونن 7 بار آیت الکرسی بخونن 7 بار سوره اخلاص بخونن قل اعوذ برب الفلق فلق الناس بخونن بعد دعا کنن که پروردگار با ما فرزندی که سبب روشنایی چشم افتخارمون در دنیا و آخرت زن و شوهر بعد بسم الله بگویند بعد بگویند اللهم جنبنا من الشیطان جنب الشیطان ما رزقتنا یا با تاجیکی هم که بگویند نشاد پروردگار ما رو از شیطان دور و اون چیزی که به ما نصیب روزی میگردونی فرزند از وسوسه های شیطان از ضرر جین و شیطان در حفظ و حمایه و پناه خودت نگاه می‌دار. تمام. یعنی این مادامی که ولی یک چیز است مادامی که امید به پروردگار کنند پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکند. پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکنه. مهم اساس مسلمان ها این ماه مبارک رمضان ماه دعا هست باید که دعا کنند. دعا سپر مؤمن است. دعا حمایتگر مؤمن است. لیکن مهم اساس باز تکرارم شود میگویم با شک شبهه شکاک نباشند. حالا دعا کن خیر که قبول میکنه نمیکنه تمام. پروردگار میگوید که انا عند ظن عبدی بی من بندم چی گمونی که کند من همون هستم. یعنی بندم با من چی مناسبتی کند من همون هستم. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات. آمادگی ها چیه؟ مسئله چیه؟ نمیدونم در پیش چی گپ باشه؟ در کجا؟ نفهمیدم سوالتونه. در همه دنیا چی گپ باشه؟ برای چی مردم آماده میشن؟ برای چی؟ نمیدونم. در پیش چی وی مهم است؟ در پیش کار развитие است. مسئله چیش بگم؟ چی ماه انتظار شدین؟ ماه یعنی فوریه مارت بو چی ماه است؟ چه ماه؟ بو یک ماه دیگر است. ینور فوریه مارت بو یک ماه دیگر است. رمضان؟ رمضان ماه رمضان. ماه رمضان. تیاریاتون چیه؟ تیاری 100% زکه. 100% مثلا چیه تیاری؟ چیه گویم؟ Или с вами на русском проще, да? Мне без разницы. Хотите на русском, хотите на таджикском. Трудно на русском, поэтому. Мне в обеих языках удобно. Да. Lekin барои мо афзалтар аст ки забони модариро ҳифз кунем. Дуруст? Майли, худо нигарбон. Хуб. Салом алейкум. Сейчас видеоролик видел в Малайзии. Чиқи об хунук мешад унҷа? Об. Вай Малайзия не вай қайрохун. Не, об хунук мо дар Малайзия будем гуфтем. Не. Асаби хунук. Чува? Не вопрос, именно ролик это, да? С вами на русском, да, проще? Не, я чего, бар, забыли. Спортсмен, да? Не. Об хунуки шу. Дигар бас кардим ва акун ҷазираи Малайзия меравем. Аз сабаби хунукӣ. Ман гуфтам ки Малайзия куҷои хеле хунук будааст. Не, Малайзия не, Малайзия гарм аст. Чӣ гуна омодагӣ дида истодаи? Хай худованд насиб кунад рӯза медорем. Рӯза медорем, бисёр хуб. Оми хуҷанд зиндагӣ мекунед? Кӯҳистони Масчо. Кӯҳистони Масчо. Дар инҷо чӣ кор мекунед? Барои вай дамгирӣ нагӯеду? Не, барои мошинам запчаст бифурмудам. Барои запчаст бисёр хуб. Хай барори ко? Ҳаво ҳам торик шуд. Як 5 дақиқаи дигар агар ки тонисем, натонисем не. Тамом. Дар месесим меравам. Месесим. Чӣ медонед?
مساسین بمیرم یک کانس بخرم. مگزین میروید. بسیار خوب. چی میخری؟ یک کانس بخرم. چی؟ چند پول داری؟ 5 سومو. و در 5 سومو چی میدید؟ 5 سومو یک کانس میدم. چی؟ کشکی، کورتانی، چوب چوس. اینها ضرر دارن. هم ندارد. نه ضرر دارن اینو رو بسیار نخری. اینا برای مادرتون بریدم. بگید که اینو برای من تحفه دادم. باز دیگه این ماشین فروش موندیم. اینقدر جدی وای نگرفتیم و از این گفتیم همین کسی اگر گیرتش وایش میکنیم. کلان خیرش میکنیم. همون 200,000 فروشش موندیم. هر کسی که اگر بخرد کلان پولش خیر میکنه. حتی میتوند که شرط مونده بودیم. حتی میتوند که برای ما ندید. ما ماشین میدیم. اما پولا بیشتر به جای تعلیمگاه مکتب ها وای میکنیم تقسیم میکنیم. ولی اگر روز فرصت شود بعد اینو به حضور ویدیو کرده نمایش باید گذارم فرصت نشد. فقط نقشه کشیدیم و یکی یگان نفر پیدا شود. برنامه تمام. با همین برنامه تمام. شین بنده مومن باید که دعا کند که ماه رمضان برساند. حقیقتا میبینیم که ما امروز ها یک روز موندگی، 2 روز موندگی، 3 روز موندگی آدم از نمیدوند میرسد یا نمیرسد. برای خاطر این پیغمبر خدا میگه که انما الاعمال بالنیات. وقتی که انسان دعا کند نیت کند که من رمضان برسان، اما همون نیتی کردگیش که رمضان بنده رفته از دنیا که گذرد طبق همون نیتی کردگیش عبادت رمضان در نامه اعمالش کتابت کرده میشه. خرسنده کند. بعد خرسنده کند. ما آمدن ماه شریف رمضان از ماه شعبان میدونستیم. وقتی که میدیدیم پیغمبر خدا خیلی هم خوشنود خرسند مینمودن، ما میدونستیم که این ماه شعبان است که با آمدن به قدوم ماه شریف رمضان پیغمبر خدا اینقدر خرسند داره. این کردار پیغمبر که باشد، البته ما و شما هم چقدر به ماه شریف رمضان نزدیک شویم همین قدر چقدر خرسند باشیم. یکمش توبه نصوح، دویمش چی بود است؟ دعا، سومش خرسندی کردن برای ماه شریف. حتی یک حدیث ابو هریره روایت میکنن که وقتی که آخر ماه شعبان میشد پیغمبر خدا برآمد آواز بلند میگفتن که اتاکم شهر رمضان شهر فرض الله صیامه تفتح ابواب الجنه و تغلق فیه ابواب الجحیم. پیغمبر خدا میگفتن که ای شما خرسنده نمیکنید، یک ماه آمد که این ماه هست که درهای جنت گشاده و درهای دوزخ پوشیده هستند گفته و در این ماه خداوند روزه داشتن فرض کرده است گفته روزه ماه شریف رمضان گذشته شد تا در آمدن این ماه رمضان بی‌عذر، البته اگر کسل باشد و که دویم در سفر باشد شیرخور کودک داشته باشد عذر شد. اما به عذر شرعی اگر قضاگیش نداند در برابر هر یک روزی قضاگی داشتگیش با یک روزی نه یک مسکین طعامش اضافه می شود. یعنی از این معلوم می شود که چهارمین کاری که بنده مومن پیش از آمدن ماه شریف رمضان آمادگی بیند، این اگر روزه رمضان گذشته شد با عذر شرعی اگر ترک کردگی باشد قضاگی هویچا کند البته دارد. تلفن تماشا می کردم این نوار می برند و نوار ناگهان یک نواری رمضانی برآمد و حالا یک نفر بود با هوس. وقتی که نزدی من گفتی چقدر من انتظار هستم از جمله‌ای که گفتید خرسندی، من وقتی خرسندی او رو دیدم راستی شرم کردم. من گفتم چیکار میکنی؟ گفت که رمضان دیدم رمضان یادم اومد. اینقدر همین طور گپ میزد، یک مشتاق، یک عاشق رو انتظاری، یک چیز رو انتظاری. راستی یک رفتاری همون گفتم من چونین نیستم. از خودم خیلی شرم کردم. اون گونه‌ای که او با محبت میگفت از نوار چی دید از من حیران شدم. میگفت که رمضان یادم اومد، اینقدر انتظار هستم. گفتم خدایا کمی هم باشد از مهر او، از ایمان او، از تقوای او برای ما بده. ماهی پر فیض و فتوح، ماهی پر فتح و شکوه، پاکی تینت و رو رمضان آمده است. بهر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم، از خداوند کریم
رمضان آمده است فصل گل به نیاز دل ایمان بنواز به طهارت به نماز رمضان آمده است رمضان آمده است همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات